هر زنی که 5 وقت نمازش بخوانه، روزهش بگیره، از خانه و آبرو و عزت خودش و شوهرش حفاظت بکنه، در کنارش عفیف باشه، پاک دامن عفتش حفظ بکنه، روز قیامت از هر دروازه‌ای که بخواهد وارد بهشت می شود. شما میدونید در حدیث یک روز یک زن به نام اسماء، نماینده زنها، میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکنه، در حالی که جمعی از صحابه پیش روی پیغمبر نشستن با رسول الله صلی الله علیه و سلم. این زن میاد، زیرکی رو ببینید، دقت بکنید، فکر ببینید، عرض میکند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر و مادرم و فدایت، من حیث نماینده از طرف زنها آمدم، یک پیام آوردم. این پیام چیست؟ بفرمایید. کسی نمیگه این زن بیشرم ببین، این زن به اصطلاح بی حیا رو ببین آمده در محضر پیغمبر چی میگه، اینجی مردان نشسته است. نه، خیلی دایره وسیع است در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما باور کنید هر قدر زمان بیشتر میگذره، ما به نامی که ما پیشرفت کردیم و ترقی کردیم و رو به اکتشافات و صنعت پیش میریم، یا به اصطلاح رو به وسعت فکری، نه، فکر مسلمان میبینید تنگ شده میره. اون زمان رو ببینید چی یک وسعت فکری وجود داره، چی یک آزادی وجود داره در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. این زن میاد حاضر میشه در محضر رسول الله استاد میشه، پیام زنها رو میاره، میگه یا رسول الله، من نماینده زنها هستم، خانم‌ها مرا فرستادن من حیث نماینده تا این پیام رو به شما برسانم. مردها در میدان جهاد اشتراک میکنن، تجارت میکنن، زکات میدن، یعنی تلاش بیشتر میکنن نسبت به ما زنها، اجر و پاداش بیشتر میگیرن. چرا ما باید از اونها عقب بمانیم؟ یک راه برای ما هم نشان بده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا ما هم بتوانیم اون اعمال انجام بدهیم تا مساوی با اعمال مردان بشیم. از بس که این پیام لذت بخش بود، از بس که این پیام مهم بود، از بس که انگیزه‌ای بود این پیام، که چقدر این زنها دقیق بوده، رقابت سالم داشتن با مردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم لبخند میزنه طرف صحابه، میگه آیا تا چه حال چنین سخنی شنیده بودید؟ فکر میکردید این خانم ها با شما رقابت دارن در انجام اعمال؟ بعد پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم برای این خانم میگه، حرمت و احترامش میکنه، چون او رحمت للعالمین است، سید المرسلین است، خاتم النبیین است، اشرف مخلوقات است. برای اسماء میگه که برو برای زنها سلام مرا برسان، بعد برای اینها بگو هر زنی که 5 وقت نمازش بخوانه، روزهش بگیره، از خانه و آبرو و عزت خودش و شوهرش حفاظت بکنه، در کنارش عفیف باشه، پاک دامن عفتش حفظ بکنه، روز قیامت از هر دروازه‌ای که بخواهد وارد بهشت می شود و اجر و پاداش شما هم مساوی با اجر و پاداش مردان است.